خب سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم به قسمت مقدمه دیلی پیپس مینی کورس بپردازیم. اسم این مینی کورس رو دیلی پیپس گذاشتم به خاطر اینکه ما تو این دوره با ترید های روزانه سر و کار داریم و گفتم یه اسمی که مرتبط با سبک تریدریمون باشه انتخاب کنم. به خاطر اینکه ما تو این دوره میخوایم مباحثی رو کار کنیم که به درد تریدرهای اسکالپ و دی تریدر میخوره. یک اسم مرتبطی گفتیم در رابطه با این مینی کورس بذاریم. خب اول از همه به این بپردازیم که این دوره به درد چه کسایی میخوره. ببینید ما یک سری مفاهیم رو قراره با هم بررسی کنیم که بیشتر به درد سشن تریدرها و اینترادی تریدرها میخوره. خب مثل سقف و کف روز قبل، مثل های و لو سشن ها و غیره. حالا یک سری ستاپ های دیگر هم با هم میاریم که اونا به درد تایم های بالاتر هم میخوره. یعنی جدا از این که به درد یک شخصی که داره روزانه ترید میکنه، برای کسی که داره حالا سوینگ تریدر، وان شات وان کیل کار، هر تایپ تریدری که هست، به درد اون شخص هم با بالا بردن تایم فریمش میخوره. شاید یه نفر باشه که داره 1 ساعت 5 دقیقه کار میکنه، 4 ساعت 15 دقیقه یا هر تایم فریم دیگه، با یک سری مفاهیم میتونه که توی تایم فریم خودش کار کنه. اما این دوره بیشتر به درد کسایی میخوره که تایم پایین کار میکنن. تایم مثل حالا 1 ساعت 5 دقیقه هم خوبه، میشه گفت توی یک روز یا 2 روز میتونن اون پوزیشن رو مدیریت کنن. خب یا 15 دقیقه 1 دقیقه و 15 و 5 و 1، چون گاهی اوقات ما میبینیم که پی آی های 5 دقیقه میتونن کار کنن، مخصوصا توی سشن ها که حالا میایم جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. توی این جلسه میخوایم فقط در رابطه با کاری که قراره پیش ببریم صحبت کنم. این دوره شامل 4 بخشه: زمینه سازی برای معامله کردن یا همون کانتکست، یعنی اون کانتکست مارکت رو ما بلد باشیم، روند به کدوم سمت، پی آی ها کدومه. یک سری مطالب خیلی ساده رو فقط میخوایم در رابطه باش حرف بزنیم. یعنی خیلی در رابطه با برای مثال اوردر بلاک ها یا عرضه تقاضا ها حرف نمیزنیم، یا مثلا اف وی جی ها کجا کار میکنه، کجا کار نمیکنه، کجاها به عنوان فیلتر اوردر بلاک، کجاها نیست و یک سری مسائل دیگه. نمیام خیلی کامل حرف بزنیم. ما یک سری مطالب رو فقط میخوایم بیاریم یاد بگیریم، مثلا روند به کدوم سمته، الان جریان سفارشات بانک‌ها به کدوم سمته و یک سری مناطق، یک سری زون برای خودمون در بیاریم، با یک سری ستاپ ها ترکیب کنیم و بتونیم با استفاده از نقاط ورود ترید بزنیم. پس زمینه سازی یعنی اون کانتکستی که ما توی مارکت داریم. اینکه مثلا مثل یک ستاپ ساده نمیایم فقط نمیدونم مثلا بگیم این کانال منه و مثلا این دوتا رو به هم وصل کنیم، حالا اینو به کنار بگیم حالا دفعه سوم اومد بهش خورد ما ترید بزنیم. مثلا یه سیگنالی هم اینجا دیدیم، مثلا یه پین باری، حالا اینتر باری، هر چیزی که هست ترید میزنیم به سمت بالا. نه، ما میایم زمینه اون مارکت رو میبینیم، الان روند به کدوم سمته، شاید مارکت اینجوری داره حرکت میکنه. یعنی ما این ستاپ میشه که این دوتا رو به هم بچسبونید، دفعه سوم ترید بزنیم به سمت بالا. نه، ما میایم یک کانتکستی توی مارکت پیاده میکنیم که بدونیم کجا هستیم و مارکت به احتمال زیاد قراره به کدوم سمت بره و اگر ستاپمون رو دیدیم ترید میزنیم. بخش دوم در رابطه با ستاپ‌های معاملاتیه که 4-5 تا ستاپ رو با هم دیگه بررسی میکنیم، مثل سقف و کف روز قبل که ما میایم توی سقف و کف روز قبل یک سری مفاهیم رو پیاده میکنیم که بفهمیم به احتمال زیاد ما توی زده شدن اون سقف یا زده شدن اون کف فیک اوت داریم یا بریک داریم. یعنی مثلا مارکت قراره ادامه بده یا مثلا امکان داره حتی یک شادویی بزنه، مثلا این سقف روز قبله، مارکت بیاد اینجا شادو بزنه. خب اینجا رو میتونیم یک اصلاح بگیریم و این فیک اوت ما نیست و این حالت یک انگولفینگه که مارکت بیاد به یک اوردر بلاکی بخوره و از همینجا به سمت بالا بره. اینا رو بررسی میکنیم. ترید با سشن ها رو بررسی میکنیم. به احتمال زیاد یکی از ترپ های اسمارت مانی رو دوباره بررسی میکنیم و باش ترید میزنیم، جایی که اسمارت مانی تریدرها توی تله میافتن، جایی که مثلا اون سوینگ قراره حفاظت کنه از خودش، اون اوردر بلاک مهمیه و میبینیم نه اون اصلا به عنوان یک لیکویدیتی هستن توی مارکت. اونا رو بررسی میکنیم و اگر برسیم یک ستاپ جداگونه هم حالا نسبت به اینا، ستاپ دایورجنس در جهت اسمارت مانی هم میایم با هم دیگه بررسی میکنیم. دایورجنس رو حالا یا دایورجنس یا اشباه خرید و فروش رو
توی چارت بررسی میکنیم و تریدر رو با اون ستاپ معاملاتی که زمینه رو مارکت برای ما فراهم کرده معامله میکنیم. چون ببینید این مارکت استراکچر، این اوردر فلو که میاد به ما میگه که فلان نقدینگی توی مارکت به احتمال زیاد با زده شدنش ما اصلاح داریم یا با زده شدنش ما ریورس داریم که همون مباحث FO و انگولفه. ببینید ما امکان داره یک سری نقدینگی اینجا داشته باشیم، مارکت بیاد به سمت پایین دقیقاً میزنه ادامه رو میره، حالت اون اکیومولیشن، مانیپولیشن و دیستریبیوشن باشه، AMD و وایکاف باشه. اما خیلی مواقع دیگه دیدیم که مارکت میاد به سمت پایین و میره بالا، یعنی اینجا رو میزنه، نقدینگی ها رو جمع میکنه به سمت پایین، ولی این اصلاحه. شما اینو ترید میزدید ولی نباید انتظار داشته باشید این کف زده شه. و اتفاقا این کف وقتی که زده شده، این لو اینجا زده شده، این اون فیک اوت بوده و اینجا اون اصلاح به سمت پایین، دوباره به اوردر بلاک میرسه و ترید به سمت بالا. اینا رو بررسی میکنیم. خب بخش سوم در رابطه با نقاط وروده. طبق معمول مثل باقی کورس اسمارت مانی چنج آف کاراکترها رو میاریم بررسی میکنیم. چنج آف کاراکترهای اگریسیو یا چنج آف کاراکترهایی که خیلی محتاطید، خیلی کرفولی توی مارکت، اونا رو بررسی میکنیم با هم دیگه که خب هر کدوم از اینا مزایا و معایب خودشونو دارن. نقاط ورود اوتی رو بررسی میکنیم، برعکس کسایی که اوتی رو به عنوان یک ستاپ در تایم بالا میگیرن، ما توی نقاط ورود استفاده میکنیم ازش، هرچند که به عنوان ستاپ معاملاتی هم میشه، ولی ما اون ستاپ معاملاتی رو میایم با همین مفاهیم در میاریم و اوتی رو روی اون پیاده میکنیم. به ظاهر یکیه ولی توی مفهوم، توی اون پیاده سازی فرق میکنه. به غیر از اوتی دوباره دایورجنس ها رو میاریم، دایورجنس هایی که توی تریگر به کارتون میاد، میتونید ازش استفاده کنید. اصلا همون مولتی تایم فریم دایورجنس کار کردن خودش خیلی ستاپ سوددهیه، ولی باید مدیریت سرمایه و نقاط ورود بهینه‌ای رو در بیارید. قسمت آخرم در رابطه با مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه توی پراپ رو میگیم، دمو یا ریل، یعنی شما توی چالش باشید یا توی ریل باشید، اونا رو بررسی میکنیم. توی اکانت لایوی که خودتون با سرمایه خودتون میخواید ترید بزنید، اونا رو نسبت به اون تایم فریمی که کار میکنید بررسی میکنیم، نسبت به اون ستاپ ها، نسبت به اون اگریسیو بودن یا محتاط بودنتون توی مارکت، اینا رو بررسی میکنیم با هم دیگه که کلا این مدیریت سرمایه، اصلا شما حتی اگر این ستاپ ها رو دنبال نکردید، این کانتکست رو دنبال نکردید، نقاط ورود رو دنبال نکردید، هر ستاپ دیگه داشته باشید، بخش مدیریت سرمایه یه چیز جامعه و به درد شما بسیار خواهد خورد. خب این قسمت فقط مقدمه بود و آشنایی با کاری که قراره انجام بدیم. گفتم اینو به صورت فیلم براتون رکورد کنم. بریم برای قسمت اول.